با پیشروی نیروهای سوریه و تصرف مناطق تحت نظارت شورشی ها در شهر حلب، هزاران نفر از مردم آسایشته به منطقه های تحت نظر حکومت فرار کردند. روز 27 نوامبر حدود 2500 نفر به شهر جبورین وارد شدند. آنها را در پناهگاه‌های موقتی جا دادند، مواد خوراک تقسیم کردند و کمک طبی رساندند. آنهایی که به مناطق تحت نظر حکومت گذشته بودند می‌گفتند که از حکومت رئیس جمهور بشار اسد پشتیبانی می‌کنند. ارتش ما را قبول کرد، ما را به اتوبوس ها سوار کرده و به جای امن آوردند. ما از تروریست ها نترسیدیم. ما 4 سال در حنانا شاهد بدرفتاری بودیم. ارتش سوریه گفت که روز شنبه ناحیه بزرگ و مهمی حنانا در شمال شرق شهر حلب را اشغال کرد و روز یکشنبه ناحیه جبل بدرو نیز به دست آنها افتاد. به گفته ارتش در جنگ ها 10 نفر از آشوبگران کشته شدند. سازمان ناظر حقوق بشر در سوریه گفت 400 ساکن ناحیه های زیر تصرف شورشیان به ناحیه حنانا آمدند و بعضی را به غرب حلب انتقال دادند که این قسمت شهر در دست حکومت است. پیشروی ارتش سوریه بعد از 2 هفته بمباران شدید روسیه در منطقه های زیر تصرف آشوبگران میسر شد. شهر حلب پیش از آغاز جنگ در سال 2011 هم بزرگترین شهر سوریه بود و حالا به 2 قسمت جدا شده است. قسمت غربی آن را حکومت و قسمت شرقی را شورشی ها در دست دارند. در این شهر در محاصره قرار گرفته 250,000 نفر زندگی می کنند. اشغال شهر حلب برای رئیس جمهور بشار اسد یک پیروزی بزرگ در جنگ داخلی بیشتر از 5 ساله می شود. در این جنگ صدها هزار نفر کشته و 11 میلیون نفر دیگر بیجا شدند.